عادتی خیلی زشت و بعدی بعضی از دانشجویان یعنی استودنت ها را بینید. سلام علیکم تماشاگران عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. همین ثبت من را تا آخر خوب گوش کنید. اگر خطایی گفته باشم مرحمت، فکرهای خود را در کامنتاری حتما نویسید. روز از روزها من با یک برادر هم صحبت شدم و یک جا نشستیم. خب با من گفت که دانشجو هست و در همان یک دانشگاه میخوانده است. خلاص کنجکاوی کردم، گفتم دور دانشجو چه است؟ گفت خیلی دور خوب هست و میتوانی با چند دختر بگردی و با چند دختر عاشق و معشوق باشی. و خلاص گپ بسیار شد. بعد تعریف کرد، گفت وقتی اولین بار به دانشگاه آمدم یک دختری خیلی زیبا را دیدم و به او دل بستم. خلاص خواستم که او را به خود رام کنم و طول یک ماه از پسش گشتم و ناگهان دل او را یافتم. همینطور من به او به من معقول شد. خلاص گشتیم این خیل آن خیل و بعد روز از روزها خودش دعوت کرد تا او با او واخورم و نزدش رفتم و یک باغ در آمدیم، صحبت کردیم، گشتیم قچاق با قچاق، لب به لب. خلاص کیف و صفا به نهایت دور خوب را گذرانده ایستادم. و باز در آخر گفت که با این دختر الکی خواستگاران آمدند و فاتحه کردند. پرسیدم همان دختر در فاتحه یگان شخص دیگری هست؟ گفت بله. گفتم برادر جان فراموش نکن، وقتی تو هم یک دختر را فاتحه میکنی تا روزی تویش، شاید بعد از تویت هم با همان پسر علاقه خود را دوام دهد. با آدمی با فهم یک سخن بس است. وقتی من این جمله را گفتم سرش خم شد. گفت در حقیقت درست میگویی برادر، شاید این کاری من خیلی کاری غلط است و خیلی کاری خطا کرده ایستادم. گفتم بله، کاری تو بسیار کاری غلط است. گفت از همین حاضر من دیگر با او علاقه را بعد میکنم، یعنی علاقه را ترک میکنم، دیگر با او علاقه نمیکنم. گفتم این خیلی کاری خوب است. و در نزد خودم به همان دختر زنگ زد و گفت از پی حیات نوی خودت باش و من را ببخش. دوستان عزیز، کسانی که با دخترها چنین معامله میکنید، با چنین رفتار میکنید، فراموش نکنید وقتی شما عاشق هستید، وقتی فهمیدید که با آن دختر خواستگار آمده است و فاتحه کردن، زود علاقه خود را ترک کنید، زیرا دنیا چرخ گردون است. وقتی شما یک دختر را فاتحه میکنید، البته اون دختر هم در فاتحه شما هست و اما با دوست داشته خودش، یعنی دوست داشته خودش کاری میکرده گشتن را دوام داده میگردند. خدا نگهبان.